مدام که در شعبه پلیس یک نفر زیر علت و کوب قرار میگیره میبرم من از جناب عالی خواهش میکنم برای چی جناب عالی وظیفه جناب عالی چی است چرا مردم دیگر به وزارت و اداره باور ندارند زمین این مردم گرفتن من از جناب عالی خواهش میکنم از پرزیدنت خواهش برای چی چرا کمیته زمین در اینجا نیست چرا رئیس شهر رئیس محل رئیس ولایت چرا رئیس جماعت من برای شما شرح بدم که دولتداری چیست چگونه شخص میتونه دولتدار باشد راهبر چگونه شخص باید باشد خب ای وزارت تاجیکستان ای پرزیدنت محترم امامعلی رحمان التماس میکنیم که بعداد امی خلق کوچکانده خلق کمبغل برسه امی آدمایی که زمین ها را گرفتن عموما در امی جنه سهم دارن نه کار کردن سهم ندارن عموما نه اکرام و جمالش نه جلال الدینش نه سراج‌الدینش نه هیچ کامش یک نفر داشت این نوار چی بود؟ این نوار چی بود؟ چند مدت یک هفته پیشتر در وسه یک مسئول جماعت رئیس جماعت زمین های مردم میگیره که مردم در اونجا کشت و کار میکردن مردم از اونجا نان میخوردن میگیرن اون نفر خب تکش وقتی کفت و شور کردیم صحبت کردیم با محافظ رحمانوف مراد تلخ میگن که یک نفره که یک محافظ است گپش بالاتر از وزیر و رئیس میشه مطمئن باشین گپ و همو چیزی که داره وظیفه‌ای که داره همین محافظ رحمانوف از رئیس کمیته امنیت بالاتر است باور کنید در نزد رحمانوف بالاتر است یک محافظ و این نفری که در رئیس جماعت است در واسه از روی آبروی همون نفر ظلم میکنه و حتی میگه که فرقی ندارد به جای مراجعت کنی گپتون در اینجا نمیگذره یعنی ببینید چقدر اینا سرسخت هستن چقدر اینا زور هستن که نه گپی رئیس ولایت نه گپی رئیس شهر نه گپی راهبری جمهور گپی هیچ کس برای اینا نمیگذره یا در همون سیاست رحمانوف توف کردگن دروش میخندن چکماشون دم کدگی دستاشون پیش برنگی همون رقصا سرشون خم است نکیم در پشت چی خیانت چی جنایت ها میکنن زبانشون خود میگن برای این کسی ده میگین بگین گپتون در دعوتون با هیچ کنه میگذره یعنی که شما هیچ هستین رحمانوف خطی همون شیکه و کمندش یک نال است پیشیو یک امر دزدی کردن میگردن مالکیت مردم هم میگیرن مردم برای چی باید مردم به رحمانوف مراجعت کنه سوالی است که تا امروز رحمانوف یک وزارت و یک کمیته درست نداره که خب مدام که مشکلی زمین بود مردم در کجا مراجعت کنه مکتب نیست مردم در کجا مراجعت کنه بیماری داری مردم کجا مراجعت کنه همش چی وزارت تندرستی چی وزارت معارف چی کمیته امنیت چی وزارت کارهای داخلی چی کمیته زمین چی حالتهای فوق العاده سمتی همش طرف رحمانوف است هر مشکلاتی که در این سمت است مردم بر نداره از جناب عالی خواهش میگه ما را بر بته جناب عالی بس تولد میکنه کو ما ساختار ساختیم کمیته ساختیم وزارت ساختیم ساختی دولتداری یا حالا درست نکردن در 30 سالی راهبریت مردم یا بار نظر بشینین بیاموزین که همین ساختی دولتداری حکومت ما چگونه است مدام که در شعبه پلیس یک نفر زیر علت و کوب قرار میگیره میبرم من از جناب عالی خواهش میکنم برای چی جناب عالی وظیفه جناب عالی چی است چرا مردم دیگر به وزارت و اداره باور ندارند زمین این مردم گرفتن من از جناب عالی خواهش میکنم از پرزیدنت خواهش برای چی چرا کمیته زمین در اینجا نیست چرا رئیس شهر رئیس محل رئیس ولایت چرا رئیس جماعت چرا مسئولان این بخش نیست است چرا وکیل پارلمان که نماینده از این عضو جامعه است چرا به اون مراجعت نمیشود برای که اینها حالا در طول 30 سال لااقل یک ساخت دولتداری درست یک نظام پیاده نکردن در همون داخل تاجیکستان با بخش ها روانه نکردن مسئول را یک سیستم بندیتیزم یک سیستم غارتگر یک حکومت احمق صفت یک حکومت قاتل مشکلات بالای مشکلات
آخی نفر هم میزنن جناب عالی، بیمار است جناب عالی، زمینش میگیرن جناب عالی، در سرباز میزنن جناب عالی، در کوچه میزنن جناب عالی، مکتب نیست جناب عالی، باغچه کودکانه نیست جناب عالی، بنگاه طبی نیست جناب عالی. بچه آخی جناب عالی تون وظیفه چی است؟ اگر همه چیز جناب عالی باشه، دادگاه چی در کار، امنیت چی در کار، مالیات چی در کار، پول مردم در بانک ها نمیتین جناب عالی، بانک ها چی در کار، وزارت ها چی در کار، کمیته ها چی در کار، رایون و منطقه و پارلمان و آخی گیرین دف کنین یک کم کلوگ در مردخره. اینا چی کار میکنن در وزارت؟ مدامه که این مشکلات ها را حل کردن نمیتونن. شما از چی حرف میزنید؟ از کدام فرشته؟ های نظام درست شما در زمان 30 سال نساختین، چند سال دیگه برای شما بتیم؟ چند سال دیگه دولت داری؟ اگر امروز در کشوری که من قرار دارم برای من مشکلات در سلامتیم است، و من از جناب عالی خواهش که نمیگم، و من میرم نزد همون دکتر خانگی، میرم نزد بیمارخانه مراجعت میکنم. امروز اگر من یک جای لطکوب میشم یا که نمیدونم یک مشکلاتی دارم با یک نفر، پلیس هم مراجعت میکنی، پلیس کاری مرا حل نمیکنه. من نمیگم نوار بکنم با خانم مرکل بگم من مشکلات دارم، التماس مشکلات من، یا که یک شهروند آلمانی مشکلات نداره. و هر یک دادگاه حجت داره. هیچ کار در این کشورها هیچ یک نظام نیست که یک مشکل در یک بخش شد همه سمت روانه شود طرف گیجا، طرف راهبر کشور، طرف حکومت. نه اصلا این نیست. این نظام شما از کجا پیدا کردین ای مردم؟